تا حالا به این فکر کردید که مثلا قوانین یه بازی رو چطوری یاد میگیریم؟ یا حتی چراغ راهنمایی رانندگی، قرمز که خودش به تنهایی معنی ایست نمیده. این معنی فقط توی سیستم، یعنی کنار سبز و زرد پیدا میشه. همین ایده که معنی از دل روابط بین اجزا توی سیستم بزرگتر در میاد، خب این کلید بحث امروز ماست. سلام عرض می‌کنم. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به مفهوم ساختارگرایی، یه چارچوب نظری که خب خیلی جا تأثیر گذاشته. زبانشناسی، انسانشناسی، نقد ادبی. منابعمون هم یه ترکیبی از ویدیو، مقاله ویکی‌پدیا و چند تا متن تحلیلی دیگه است. هدفمون اینه که بفهمیم اصلاً حرف حساب ساختارگرایی چی بوده، از کجا اومده، چرا اینقدر مهم شد و البته چه نقدهایی هم بهش هست. آماده اید؟ خب، بذارید از ریشه شروع کنیم. همه چیز تقریباً از زبانشناسی شروع شد و یه اسم خیلی مهمه اینجا، فردیناندو سوسور. اون اومد یه تمایز جالب گذاشت بین لانگ، یعنی اون نظام انتزاعی زبان، قواعدش، واژگانش. بله، اون سیستم کلی و اجتماعی زبان، دقیقاً. و پرول، یعنی استفاده روزمره و فردی ما از زبان. ساختارگراهای اولیه به نظرم بیشتر مجذوب همون لانگ شدن، نه اون سیستم اصلی. درسته، اما نکته واقعاً کلیدی و شاید انقلابی سوسور نگاهش به خود نشانه زبانی بود. اون گفت هر نشانه دو بخشه. یه دال یا سیگنیفایر که مثلا شکل صوتی یا نوشتاری کلمه است، مثل صدای درخت، و یه مدلول یا سیگنیفاید که مفهوم ذهنی درخته. خب تا اینجاش که اما اصل حرفش اینجا بود. گفت پیوند بین این دال و مدلول کاملا اختیاریه، قراردادیه. اختیاری یعنی چی؟ یعنی هیچ ربط ذاتی و طبیعی بین صدای درخت و اون مفهوم درخت تو ذهن ما نیست. این انتخاب جامعه بوده، یک قرارداد. این یعنی زبان صرفاً واقعیت رو بازتاب نمیده، بلکه یه جورایی درک ما از واقعیت رو میسازه، شکل میده. این تو زمان خودش خیلی ایده بزرگی بود. خیلی جالبه. پس اگه این پیوند ذاتی نیست، معنی اصلا از کجا میاد؟ چطور میفهمیم درخت یعنی چی؟ اینجا بود که سوسور گفت معنی از تفاوت حاصل میشه. ببینید، سرد معنی داره چون گرم نیست. بالا معنی داره چون پایین نیست. هر نشانه‌ای هویت و معناش رو در تقابل و تفاوت با نشانه‌های دیگه تو همون سیستم زبانی پیدا میکنه، مثل همون چراغ راهنمایی. آها، پس همه چیز تو رابطه با بقیه است. دقیقاً. و این نگاه سیستمی، این جستجو برای ساختارهای پنهان، خب خیلی سریع از زبانشناسی رفت به حوزه‌های دیگه. شاید یکی از مهمترین چهره‌ها اینجا کلاد لوئی استروس باشه تو انسانشناسی. لوئی استروس، همون که روی اسطوره‌ها کار می‌کرد. بله، اون شیفته اسطوره‌ها و مثلا نظام‌های خویشاوندی تو فرهنگ‌های مختلف، مخصوصاً جوامع به اصطلاح ابتدایی بود. دنبال چی بود؟ دنبال ساختارهای زیرین و شاید حتی جهانی ذهن انسان. متوجه شد که خیلی از فرهنگ‌ها انگار دنیا رو بر اساس یه سری تقابل‌های دوتایی درک و سازماندهی می‌کنن. تقابل دوتایی مثل چی؟ مثل خام در برابر پخته، طبیعت در برابر فرهنگ، مرد در برابر زن، زندگی در برابر مرگ. تحلیلش این بود که اسطوره‌ها هر چقدر هم ظاهرشون متفاوت باشه، در عمق خودشون دارن با همین تضادهای بنیادین کلنجار میرن و سعی میکنن به شکل نمادین یه جور راه حلی براشون پیدا کنن. انگار یه منطق ساختاری مشترک دارن. واقعا جالبه که چطور یه ایده از تحلیل زبان به تحلیل کل فرهنگ و اسطوره میرسه. خب این نگاه به چیزای امروزی تر هم رسید، مثلا ادبیات یا فرهنگ عامه. حتماً. رولان بارت یه نمونه خیلی مهمه. اون اومد همین نگاه ساختاری رو انداخت روی پدیده‌های روزمره. مثلا تحلیل میکرد که چطور تبلیغات، مد یا حتی مسابقات کشتی کج میتونن مثل اسطوره‌های قدیمی عمل کنن. یعنی چی مثل اسطوره عمل کنن؟ یعنی معانی پنهان و ایدئولوژیکی رو به ما منتقل میکنن بدون اینکه ما لزوماً متوجه باشیم.
بارت حتی سعی می‌کرد یه جور دستور زبان برای روایت و داستان پیدا کنه. مثلا تحلیل ساختاری داستان سیندرلا. آها، اون الگوهای تکرار شدنده. دقیقاً. میگفت تو خیلی از داستان‌ها یه ساختار مشابه هست. شخصیت‌ها با نقش‌های تقریباً ثابت. قهرمان ضد قهرمان، یاری رسان، مانع و یه سری تقابل‌های کلیدی: فقر، ثروت، خوبی، بدی. انگار یه فرمول‌هایی وجود داره و این موج انگار به حوزه‌های دیگه مثل روانکاوی و فلسفه هم رسید. درسته؟ بله، مثلا ژاک لاکان تو روانکاوی نظریات فروید رو با نگاه سوسوری بازخوانی کرد. اون جمله معروفش که ناخودآگاه مثل زبان ساختار یافته است. یعنی چی؟ یعنی فرایندهای ذهنی ناخودآگاه ما هم انگار از یه منطق و ساختاری شبیه زبان پیروی میکنن. که خب خیلی تفسیر پیچیده‌ای داره حتما. همینطوره. و لوی آلتوسر هم در فلسفه مارکسیستی از همین زاویه دید ساختاری استفاده کرد. اون بحث می‌کرد که چطور ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک نامرئی ما رو تو جایگاه‌های خاصی قرار میدن و به نوعی تفکر و رفتار ما رو شکل میدن. انگار ما بیشتر کارگزار این ساختارها هستیم تا فاعل مستقل. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از سهم و دستاورد ساختارگرایی داشته باشیم، چی میتونیم بگیم؟ شاید مهمترینش این بود که یه جور دقت و روشمندی علمی‌تر رو آورد تو دل علوم انسانی. درسته و خیلی روی اهمیت زبان و نظام‌های نمادینی تأکید کرد. اینکه چطور اینها دنیای ما رو می‌سازن. و اینکه باید به کل سیستم نگاه کرد، به روابط بین اجزا، نه فقط به خود اجزا به صورت جداگونه. کاملاً. اما خب همونطوری که تو منابع هم اومده، انتقادای خیلی جدی هم بهش وارد شد. آره، اینم مهمه. چه انتقادایی مثلا؟ خب یکی این که میگفتن زیادی تقلیلگراست، یعنی پیچیدگی‌های زندگی و فرهنگ انسانی رو به چند تا الگوی خشک و ساده تقلیل میده. بعضیان معتقد بودن نگاهش خیلی جبرگراست، انگار آدما هیچ نقشی ندارن، هیچ اراده‌ای برای تغییر ندارن و فقط محصول ساختارها هستن. یعنی نقش عملیات انسان رو نادیده میگرفت؟ یه جورایی بله. و اینکه تاریخ و تغییر رو هم خیلی وقتا نادیده می گرفت. بیشتر روی تحلیل وضعیت ایستا و همزمان سیستم ها تمرکز داشت تا تحول تاریخیشون. یه نقد دیگه هم این بود که ادعای پیدا کردن ساختارهای جهان شمول میتونه یکم قمه‌دارانه باشه، یعنی الگوهای یه فرهنگ خاص رو به همه تعمیم بده. فهمیدم. پس هم دستاوردهای مهمی داشته و هم نقاط ضعف و انتقاداتی که بعداً باعث شد جریانهای فکری دیگه‌ای مثل پساساختارگرایی شکل بگیرن. اگه بخوایم یه تصویر کلی بدیم، ساختارگرایی مثل یه عینک بود که کمک می‌کرد الگوها و سیستم‌های پنهانی رو ببینیم که به زبان، فرهنگ و حتی طرز فکر ما شکل میدن. تمرکزش روی شبکه روابط بود. دقیقاً. و حالا شما که دارید میشنوید میتونید این نگاه رو خودتون امتحان کنید. دفعه بعد که یه فیلم میبینید یا یه داستان میخونید، سعی کنید به ساختار زیرینش فکر کنید. دنبال اون تقابل‌های دوتایی بگردید. خوب و بد، نظم و آشوب، طبیعت و تمدن. نقش‌های تکراری شخصیت‌ها رو ببینید. انگار دارید سعی میکنید قواعد نانوشته اون بازی رو کشف کنید. میتونه جالب باشه. و خب با همه بحث‌ها و نقدها به ساختارگرایی شد و ظهور دیدگاه‌های جدیدتر، شاید این سوال هنوزم باقی باشه. چقدر از رفتارها، باورها و کلاً درک امروز ما از جهان هنوزم تحت تأثیر ساختارهای که شاید اصلا خودمون ازشون خبر نداریم و آگاهانه انتخابشون نکردیم. اینم یه چیزی که میتونید بهش فکر کنید.